پایگاه زلزله‌سنجی سیمیگنج که بعد 25 سال برقرار شد، یکی از پایگاه‌های نادر جهان دانسته می‌شود. این پایگاه که در 25 کیلومتری شمال شرقی دوشنبه جایگیر است، بجز از ثبت دائمی زلزله، اینچنین همه گونه حادثه و حرکت خردترین در طبیعت را با دقیق کردن جای حادثه به قید می‌گیرد. تجهیزات این پایگاه در نقب افقی 100 متری جایگیر شده است و این تجهیزات را با 1 میلیون سومانی از امریکا و کانادا با دستگیری سفارت امریکا به تاجیکستان آوردند. سیگنال از این پایگاه زمین لرزه‌شناسی به مرکز خدمات گیوفیزیکی اکادمی علوم‌های جمهوری تاجیکستان آماده ایستاده است و ما هر دقیقه‌ای که هست، هر دقیقه، هر ساعت هم شبانه روزی علاقه تمام زمین لرزه‌هایی که در تمام کره زمین نوبسته از اونی که در کدام قطعه زمین، در کدام قشر زمین رخ می‌دهد، علاقه در این استانسیا به قید می‌گیریم. البته کار تنها به قید گرفتن نیست، بعداً تمام این نشاندادها کارکرد میشن از طرف عالمان و ما آمار خوب و مانیتورینگ دائمی زمین لرزه را به راه مانده می‌توانیم. یک هفته این پایگاه به طور آزمایش فعالیت داشت و حالا زلزله‌های خرد و بزرگ کره زمین را به طور آنلاین یا زنده نشان می‌دهد. تمام حرکات‌هایی که مثلا نامین در سطح زمین، در قشر زمین رخ می‌دهد، این پایگاه می‌تواند که یعنی که به قید گیرد. حتی همون قدمی که ما می‌زنیم، تمام قدم‌ها رو مثلا به قید می‌گیرن. یعنی که همون رفت‌های ماشین‌ها، یعنی که همون حرکت ترمه‌ها، یعنی که همون روانشوی دریا چی که هست، همین چیزی که در حرکت است، این پایگاه می‌تواند به قید گیرد. همه تجهیزات این پایگاه به طور خودکار شبانه روزی با نیروی برق کار میکنند. در صورت قطع شدن برق، باتری‌های در آن نصب شدند که توان تا 1 سال با نیروی برق تامین کردن این دستگاه‌ها را دارند. تمام آن کارهایی که قبلا دستی انجام داده می‌شدند، امروز به طور اتوماتیک به راه مانده شدند، هم به قیدگیری و هم کارکرد و هم نتیجه‌گیری از آن که هست. یعنی در مهلت کوتاه‌ترین همگی 2 دقیقه هر یک زمین لرزه‌ای که در کره زمین رخ می‌دهد، امروز ما امکان داریم چقوری زمین لرزه، ماگنیتود و تمام خاصیت‌های زمین لرزه را که سبب زمین لرزه چیست پورا گفته توانیم. رصدخانه سیمیگنج هشتمین پایگاه زلزله‌شناسی در تاجیکستان است. پایگاه زلزله‌شناسی سیمیگنج اولی سالهای 70 عصر گذشته بنیاد شده ولی 25 سال اخیر فعالیت نداشت و آن هم مثل دیگر پایگاه‌های مرکز علمی کشور زمان درگیری‌های داخلی در سالهای 90 از کار باز مانده بود. تمام تجهیزات و دستگاه‌های این پایگاه هم آن زمان نابود کرده شدند. برقرارسازی سیمیگنج در حال شروع شده است که زمین لرزه‌های پیهم و پرشدت در کشور طی 2 سال اخیر مردم زیاد را نگران کرده است. اما مسئولان اکادمی علم‌های تاجیکستان چنین زمین لرزه‌ها را خطربار نمی‌دانند.